سلام، خوش اومدید به این جلسه. تا اینجای مسیر یاد گرفتیم چطور ساختار بازار رو تشخیص بدیم، روندها رو بفهمیم و ذهنمون رو آماده معامله‌گری حرفه‌ای کنیم. اما حالا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌های مسیر تریدری، یعنی مدیریت ریسک. بذارید همین اول یه جمله خیلی واقعی رو بگم. 90% تریدرها نه به خاطر تحلیل بد، بلکه به خاطر نداشتن مدیریت ریسک نابود میشن. و دلیلش هم واضحه. چون اکثر تریدرها فقط دنبال نقطه ورود هستن، نه حفظ سرمایه. در حالی که هدف واقعی ما توی هر معامله قهرمان شدن نیست، بلکه زنده موندنه. یعنی بقا در بازی بازار. ببینید، بازار جایی نیست که شما هر روز برنده باشید. گاهی بهترین تحلیل هاتون هم با ضرر تموم میشه. اما تفاوت بین تریدر حرفه‌ای و تازه‌کار اینه که حرفه‌ای میدونه چقدر میتونه از دست بده و از قبل براش برنامه داره. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای همیشه قبل از اینکه وارد معامله بشه 2 عدد رو میدونه. 1. چقدر میتونه از دست بده و 2. کجاست که حاضر نیست دیگه بیشتر از اون تحمل کنه. اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که معامله‌گر تازه‌کار شکست میخوره. چون براش حدی نداره و فکر میکنه بازار برمیگرده. اما بازار هیچ تعهدی به برگشت نداره. و تنها تعهد واقعی تعهد شما به حفظ سرمایه‌تون. حالا شاید با خودتون فکر کنید مدیریت ریسک یعنی همون حد ضرر دیگه. اما نه، این فقط یه بخش کوچیکشه. مدیریت ریسک یعنی بدونید هر معامله چقدر ارزش داره. بدونید اگه همه حد ضررهاتون فعال بشه هنوز چقدر از حسابتون باقی میمونه. و بتونید همیشه بدون استرس تصمیم بگیرید. چون قبلا ریسک رو پذیرفتید. در واقع مدیریت ریسک یعنی تبدیل ترس به برنامه. در ادامه این جلسه قرار یاد بگیرید چطور درصد ریسک منطقی برای خودتون بسازید. چطور ریسک و سود رو متعادل نگه دارید و چطور به جای ترس از باخت با قدرت کنترل وارد معامله بشید. پس بذارید با هم از پای شروع کنیم تا بفهمیم مدیریت ریسک یعنی چی و چرا بدون اون هیچ تحلیلی ارزش نداره. حالا که فهمیدیم هدف اصلی در معامله بقاست، بریم سراغ عددها. چون معامله‌گر حرفی با عدد کار میکنه، نه با احساس. یکی از مهمترین قوانین در مدیریت ریسک قانون درصد ریسک در هر معامله است. یعنی باید بدونید در هر معامله حاضرید چند درصد سرمایه‌تون رو ریسک کنید. قانون طلایی اینه: هیچ وقت در یک معامله بیشتر از 1 تا 2% سرمایه‌تون رو در خطر نندازید. بذارید یه مثال بزنم. فرض کنید حساب $10,000 دارید. اگر بخواید با 1% ریسک وارد معامله بشید، یعنی حد اکثر ضرر شما باید $100 باشه. حالا این عدد مشخص میکنه که حد ضررتون کجاست و حجم ورودتون چقدره. اینجا معامله‌گر حرفه‌ای از روی احساس وارد نمیشه، بلکه از روی عدد و منطق تصمیم میگیره. اما شاید بگید من با همون 1% هم احساس ناامنی دارم. درسته. برای شروع اگه هنوز ذهن و تجربتون آماده نیست، حتی میتونید با 0.5% یا کمتر شروع کنید. اینجا هدف عادت دادن ذهن به نظم و کنترل، نه سودهای بزرگ. وقتی تسلط کامل روی ذهن و پلن معاملاتیتون پیدا کردید، میتونید درصد ریسک رو کمی بالاتر ببرید. ولی این فقط وقتی مجازه که استراتژی شخصی خودتون رو ساخته باشید. حالا برسیم به بخش بعدی، یعنی نسبت ریسک به ریوارد. اینجا هم خیلی‌ها فقط شعار میدن ولی عملا نمیفهمن یعنی چی. نسبت ریسک به ریوارد یعنی در ازای یک واحد ضرر چند واحد سود انتظار دارید. مثلا اگه حد ضررتون $100 و تارگت سودتون $200، یعنی نسبت ریسک به ریواردتون 1:2 هستش. این یعنی اگه فقط نصف معاملتون هم درست باشه باز هم سود میکنه. اما نکته‌ای که تقریبا هیچ کس بهش اشاره نمیکنه اینه که عدد 1:2 یا 1:3 یه قانون جهانی نیست. ممکنه برای شما بسته به شخصیت، سبک ترید و تایم فریمتون متفاوت باشه. یه اسکالپر ممکنه با آر پایینتر کار کنه ولی دقت بیشتری داشته باشه، در حالی که یه سوینگ تریدر ممکنه با آر بالاتر ولی نرخ برد کمتری معامله کنه. پس باید یاد بگیرید ریسک به ریوارد مخصوص خودتون رو بسازید. همونطور که گفتم ما توی این دوره دنبال نسخه آماده نیستیم. میخوام بهتون یاد بدیم چطور سیستم شخصی خودتون رو بسازید. در آخر این بخش یه نکته مهم بگم. بیشتر معامله‌گرها دنبال سود هستن، اما حرفه‌ای‌ها دنبال نسبت سود به ضرر پایدارن. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق دارن و همیشه یادتون باشه ما با یک معامله برنده نمیشیم،
با 100 معامله منضبط هستش که فقط برنده میشیم. بذارید یه حقیقت ساده ولی دردناک رو بگم. اکثر تریدرها نه به خاطر تحلیل اشتباه بلکه به خاطر ناتوانی در مدیریت ریسک و احساسات نابود میشن. حالا میدونید چرا؟ چون ذهن انسان برای ترید ساخته نشده. ما ذاتاً دنبال قطعیتیم، دنبال اطمینان، دنبال کنترل. اما بازار جاییه که هیچ چیز قطعیت نداره. وقتی ذهنمون این رو نمیپذیره وارد چرخه خطرناک شکست روانی میشیم. یه چرخه که اگر نشناسینش بارها تکرار میشه. حالا چرخه شکست در معامله‌گری به چه صورت هستش؟ همون اول هیجان شروع داریم. وارد بازار میشیم، استراتژی جدید داریم و اعتماد به نفس بالایی هم داریم و فکر میکنیم این بار فرق داره. ضرر اول. بازار خلاف جهت شما حرکت میکنه اما به خودتون میگید برمیگرده. حد ضرر ندارید یا جابجاش میکنید و ضرر بزرگ و بزرگتر میشه. 3. انتقام و ریسک بیشتر. ذهنتون میگه اون ضرر رو باید جبران کنید. حجم رو 2 برابر میکنید و ضرر دوم هم بزرگتر از اولی میشه. 4. سقوط اعتماد به نفس. دیگه تمرکز ندارید. هر ستاپی رو میبینید وارد میشید. میخواین فقط احساس باخت رو جبران کنید. اما بازار بهتون رحم نمیکنه. و 5. یأس و خروج. حساب نصف شده. ذهنتون خسته است و ناامیدی مطلق دارید. ترید رو کنار میذارید تا چند هفته بعد دوباره با انگیزه برگردید و این چرخه از نو تکرار میشه. حالا میدونید کلید شکستن این چرخه چیه؟ پذیرش ریسک قبل از ورود. وقتی قبل از کلیک روی دکمه بای یا سل واقعا بپذیرید که ممکنه این معامله با ضرر بسته بشه، اون موقع ذهنتون تو حالت تعادل میمونه. اینجا جمله طلایی مارک داگلاس به کار میاد. موفق ترین معامله‌گران قبل از هر معامله ضرر رو پذیرفتند. تا وقتی با ذهنیت نباید ضرر کنم وارد بازار میشید، بازار با تمام قدرت بهتون یاد میده که ضرر بخشی از بازیه. حالا یه حقیقت جالب. وقتی ضرر میکنید مغزتون همون واکنشی رو نشون میده که یک قمارباز بعد از باخت نشون میده. دوپامین پایین میاد، احساس ناامنی فعال میشه و ذهن دنبال پاداش سریع‌تره. و همین دلیله که بعد از ضرر خیلی‌ها بی‌فکر وارد معامله بعدی میشن. نه برای سود، بلکه برای فرار از درد ذهنی باخت. اینجا همونجاست که مدیریت ریسک تبدیل به حفاظ ذهنی میشه. حد ضرر فقط یک عدد نیست، یه مرز برای حفظ سلامت ذهن تریدر. و آخر این بخش، اگر بخوام فقط یه جمله توی ذهنت بمونه اینه که ضررهای بزرگ اعتماد به نفس رو میکشن، اما ضررهای کوچیک هزینه بقا هست. خب تا اینجا فهمیدیم که ذهن بدون مدیریت ریسک مثل ماشینیه که ترمز نداره. اما حالا وقتشه بفهمید چطور باید اون ترمز رو طراحی کنیم. مدیریت ریسک فقط یه مفهوم تئوری نیست، بلکه یه سیستم عددی و رفتاریه که تریدرهای حرفه‌ای همیشه با اون کار میکنن. بریم سراغ پایه‌ها. 3 عامل اصلی در مدیریت ریسک وجود داره که باید همیشه با هم در تعادل باشن. 1. تعداد موقعیت‌ها. 2. سایز هر موقعیت و 3. حد ضرر. تعداد موقعیت‌ها یعنی همیشه بدونید که همزمان چند تا پوزیشن باز دارید. اگر بازار نامطمئنه پوزیشن‌های باز رو باید کمتر کنید. یک تریدر حرفه‌ای یاد گرفته که نگفتن به موقع خودش یه سود بزرگ. 2. سایز هر موقعیت. سایز معاملات باید بر اساس ریسک حساب و میزان اطمینانتون به ستاپ باشه. یعنی اگر ستاپ قوی تره میتونید کمی ریسک رو بالا ببرید، اما هرگز از حد ریسک کلیتون نباید تجاوز کنید. مورد سوم حد ضرره. حد ضرر حکم بیمه‌نامه حسابتونه. بدون اون تریدر بودن فقط یه قمار احساسی میشه. حد ضرر باید قبل از ورود مشخص بشه، نه بعد از ضرر. جمله طلایی این بخش اینه: حد ضرر فقط نقطه خروج از معامله نیست، مرزیه برای حفظ ذهن سالم معامله‌گر. بریم سراغ اصل دوم، یعنی درصد ریسک در هر معامله. در مدیریت ریسک هیچ عدد جادویی وجود نداره، اما برای شروع قانون منطقی اینه: در هر معامله بیشتر از 1% از سرمایه‌تون رو ریسک نکنید. اما اگر هنوز احساساتی میشید حتی 0.5% یا کمتر. این اعداد فقط ظاهر ساده دارن اما اثرشون عمیقه. ببینید اگر حساب $10,000 دارید و روی هر معامله 1% یعنی $100 ریسک میکنید، در بدترین حالت حتی بعد از 10 ضرر پشت سر هم هنوز 90% سرمایه‌تون رو دارید. اما اگر همون اول کار
5 یا 10% ریسک کنید، فقط چند معامله باخت کافیه تا از بازی حذف بشید. جمله کلیدی این بخش: هدف ما در هر معامله بقاست، نه قهرمانی در یک معامله. بریم سراغ اصل سوم، یعنی مفهوم ریسک به ریوارد. خیلی‌ها فکر میکنن نسبت ریسک به ریوارد یه فرمول ثابت داره، مثلا 1:2 یا 1:3. اما حقیقت اینه که اون نسبت واقعی باید با شخصیت و استراتژی شما سازگار باشه. اگر تازه کارید، با نسبت‌های منطقی 1:2 یا 1:3 شروع کنید، چون هنوز تسلط کامل ندارید و نیاز دارید بیشتر سود ببرید تا اشتباهاتتون رو جبران کنید. اما وقتی حرفه‌ای‌تر شدید، میتونید با روند حرکت کنید و سودهای بزرگتری از یک معامله بگیرید. این یعنی در نهایت باید به جایی برسید که ریسک و سودتون بر اساس استراتژی شخصی خودتون تنظیم بشه. اصل چهارم، مدیریت ریسک در سطح پورتفولیو هستش. مدیریت ریسک فقط برای یک معامله نیست. باید همیشه بدونید اگه همه از حد ضررهاتون فعال بشن، چقدر از کل سرمایه‌تون در خطره. اگر این عدد از 5 تا 6% بیشتر شد، یعنی پورتفولیوی شما بیش از حد در معرض ریسکه و باید سریع حجم رو کاهش بدید. به زبون ساده، اگر بازار برخلاف شما چرخید، باید زنده بمونید برای فردا، نه اینکه تمام انرژی و سرمایه‌تون با هم نابود بشه. بریم سراغ اصل پنجم، یعنی انطباق با شرایط بازار. بازار همیشه یکسان نیست. در بازارهای آروم میتونید حد ضرر رو بازتر بذارید، اما در بازارهای پرنوسان و بی‌ثبات باید حجم پوزیشن رو کاهش بدید و حد ضرر رو نزدیکتر بیارید. انعطاف پذیری یعنی بقا. تریدر خشک و لجباز زودتر از همه حذف میشه. پس جنبندی این بخش این شد که هرگز بدون حد ضرر وارد معامله نشید. همیشه مقدار دقیق ریسک خودتون رو بدونید. هرگز اجازه ندید یک معامله بزرگ ذهنتون رو نابود کنه. و یادتون باشه، ما با یک معامله برنده نمیشیم. با 100 معامله منضبط هستش که برنده میشیم. بریم سراغ این سوال که چرا بدون مدیریت ریسک نابود میشیم. بیاین خیلی صادقانه بگم. در دنیای ترید بازار قاتل نیست. نداشتن مدیریت ریسک که قاتله. 90% تریدرها از بین میرن، نه به خاطر اینکه تحلیل بلد نیستن، بلکه چون نمیدونن چطور از خودشون در برابر خودشون محافظت کنن. بریم سراغ اشتباهاتی که معامله‌گران انجام میدن. اشتباه شماره 1: من فقط این یکی رو میدونم که قطعیه. تقریبا همه تریدرها قبل از نابودی این جمله رو گفتن. باور داشتن که این یک معامله خاص حتما جواب میده. اما بازار هیچ تعهدی به ما نداره. همون معامله‌ای که بهش مطمئنیم میتونه شروع سقوط روانی و مالیمون باشه. هر وقت حس کردید که این قطعیه، بدونید دارید خطرناک رفتار میکنید. بازار همیشه برای آدم‌های مطمئن یه درس دردناک داره. اشتباه شماره 2: حذف حد ضرره. خیلی‌ها وقتی قیمت به حد ضررشون نزدیک میشه، با خودشون میگن نه بابا، یه ذره دیگه صبر کنم برمیگرد. اما در واقع این نقطه‌ایه که کنترل از دست معامله‌گر خارج میشه. از اونجا به بعد دیگه بازار تصمیم میگیره، نه تو. جمله کلیدی این بخش: حد ضرر فقط نقطه خروج از معامله نیست، مرزیه برای حفظ ذهن سالم معامله‌گر. ضرر بزرگ فقط حسابت رو نابود میکنه و اعتماد به نفست رو هم میکشه. و وقتی اعتماد به نفس از بین بره، ترید کردن میشه جنگیدن با سایه ها. اشتباه شماره 3: افزایش ریسک بعد از ضرر یا همون انتقام از بازار هست. بعد از چند باخت متوالی، ذهن میگه باید جبران کنم. اگه حجم رو 2 برابر کنم، با یه برد همه چی درست میشه. اما حقیقت اینه که این نقطه دقیقاً شروع سقوطه. بازار نمیفهمه که تو ناراحتی، فقط عددها رو میفهمه. و اگر بدون کنترل وارد بشی، بازار با یک کندل انتقام احساسیت رو ازت میگیره. و همین خاطر همیشه باید یادت باشه که ما با یک معامله برنده نمیشیم، بلکه با 100 معامله منضبطه که برنده میشیم. اشتباه شماره 4: مقایسه خودتون با دیگران هستش. خیلی از تریدرها خودشون رو با سود بقیه مقایسه میکنن، در حالی که واقعیت اینه که هر تریدر مسیر ذهنی خاص خودش رو داره. اگر شخصی با 5% ریسک راحت کار میکنه، دلیل نمیشه شما هم همونطوری بتونید کار کنید. ممکنه همون عدد برای شما استرس باشه و باعث اشتباه بشه. پس به جای مقایسه، به ساختن سیستم شخصی خودتون فکر کنید. هدف اینه که استراتژی، ذهن و ریسک شما در هماهنگی کامل باشه. معیار واقعی موفقیت رشد تدریجی شماست، نه نمودار سود دیگران. اشتباه آخر: نداشتن برنامه برای بقا هستش. خیلی‌ها فقط برای سود برنامه دارن،
اما هیچ وقت برای ضرر برنامه‌ریزی نمی‌کنن. در حالی که حرفه‌ای‌ها همیشه از خودشون میپرسن اگر این معامله ضرر شد چیکار کنم، یا اگر 5 معامله پشت سر هم ضرر دادم استراتژیم چیه. اگر پاسخی برای این سوال‌ها ندارید، در واقع دارید بدون چتر نجات پرواز می‌کنید. پس مدیریت ریسک فقط درباره پول نیست، درباره ذهن شماست. وقتی یاد بگیرید ضرر رو بپذیرید، در واقع دارید کنترل احساساتتون رو حفظ می‌کنید و همین کنترل مرز بین تریدر تازه‌کار و تریدر حرفه‌ایه. پس به یاد داشته باشید ضرر بخشی از بازیه، اما مدیریت ضرر بلیت موندن در این بازیه. در این جلسه یاد گرفتیم که مدیریت ریسک فقط درباره عدد و درصد نیست، بلکه درباره ذهن، بقا و تداومه. تریدر حرفه‌ای با یک اصل ساده زندگی میکنه. هدف ما در هر معامله بقاست، نه یک قهرمانی در یک معامله. هر معامله فقط یکی از صدها فرصتیه که در مسیر ما وجود داره. اگر بخوام قهرمان یک معامله بشیم، ممکنه بازی رو ببازیم. اما اگر یاد بگیریم چطور در بازی بمونیم، دیر یا زود برنده میشیم. 3 اصل طلایی امروز. 1. ریسک همیشه باید از قبل مشخص باشه. یعنی هیچ معامله بدون حد ضرر و بدون درصد ریسک مشخص منطقی نیست. 2. ضررهای بزرگ قاتل اعتماد به نفسن. بقا یعنی حفظ انرژی ذهنی برای معامله بعدی. 3. موفقیت با یک معامله نمیاد، بلکه با 100 معامله منضبط که میاد. همونطور که بدن با تمرین مداوم ساخته میشه، ذهن تریدر هم با تکرار مدیریت ریسک ساخته میشه. بریم سراغ تمرین این جلسه. 3 عدد طلایی که باید همیشه بدونید بر اساس ذهنیت خودتون رو در تالار تمرین بنویسید و دلیلش رو هم بگید. 1. میانگین ریسک در هر معامله، مثلا 1% از سرمایه. 2. میانگین ریوارد یا سود هدف گذاری شده، مثلا 2 برابر ریسک. 3. نرخ برد معاملات، یعنی درصد معاملاتی که به تارگت رسیدن. این 3 عدد هویت معاملاتی شما هستند. بدون دونستن اونها ترید کردن یعنی رانندگی در مه بدون چراغ. یادتون باشه مدیریت ریسک یعنی کنترل چیزی که میتونی تا بازار نتونه چیزی که داری رو ازت بگیره. در جلسات بعدی یاد میگیرید که چطور ذهن، استراتژی و ریسکتون رو با هم هماهنگ کنید. ما در دوره 0 تا 100 ترید گام به گام ذهنتون رو آموزش میدیم تا در بازار با آرامش تصمیم بگیرید. همچنین در کلاس‌های آنلاین و خصوصی آکادمی پرشین تریدر میتونید با اساتید و روانشناس‌های آکادمی در ارتباط باشید تا مشکلات ذهنی، احساسی یا حتی فنیتون برطرف بشه. این رو به یاد داشته باشید که شما نمیتونید کنترل کنید که بازار چطور حرکت کنه، اما میتونید کنترل کنید چطور به اون واکنش نشون میدید. و این یعنی شما همونقدر که مدیریت ریسک دارید، تریدر واقعی هم هستید. موفق و پیروز باشید.